این نخستین تصویر از استراحتگاه مخفی پرزیدنتی است که در شرق ازبکستان در میان کوه‌ها پنهان است. درباره مجمع رادیو آزادی ماه فوریه در یک فیلم تحقیقاتی خبر داده بود. در این ویدیو بوستانسرای بزرگ و با حشمت، باغ‌های آباد و زیبا و کولی صنعی را میتوان به خوبی دید. تا امروز اینجا را تنها در عکس و نوارهای ماهواره‌ای دیدن ممکن بود. نوار مذکور را الکسی گارشین، یک بلاگر ازبکستانی، در اینترنت نشر کرده است. من میخواستم همه دروغگویی‌های نظام را نشان دهم. این کاری بسیار دشوار بود. 2 روز نخوابیدم. در روی بازگشت راه گم زدم. تصور میکردم که اگر آنها مرا پیدا کنند میگویند از کوه افتاده است. من به این آماده بودم، اما باید واقعیت را برای مردم و خودم اثبات میکردم. من باید دلیل پیشنهاد میکردم. آنها بی‌شرمانه از مردم میدزدند. تحقیقات بخش ازبکی رادیو آزادی آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی به پرزیدنت میرزایف تعلق دارد. 2 منبع آزادی گفتند مجمعی مخفی صدها میلیون دلار ارزش داشته است. تلاش قبلی الکسی گارشین برای راه یافتن به محل بوستانسرا بی نتیجه بود. در پاسگاه نزدیک به مجمع محافظان او را از راه برگردانیدند. ارشین میگوید این نوبت با طی کردن 30 کیلومتر در کوه و پشته‌ها به هدف رسید. بعد نشر نوار گارشین در یوتیوب برخی کاربران به سفر او به منطقه‌های کوهی شبهه کردند. اینکه گارشین نوارها را چگونه به دست آورده است برای رادیو آزادی معلوم نیست، اما این تصویرها عین همان عکس و نوارهایی است که خریطه گوگل نشان می‌دهد. در نوار اخیر هم میدان هوایی برای فرود چربال 2 عمارت پهلو به پهلو دیده می شود. Пришлось анализировать информацию, то есть Google карты, хребты. به من لازم شد که معلومات و تصویرهای خریطه گوگل را آموخته اول در خریطه منطقه را ببینم و بعداً به آنجا روم و از بلندی کوه‌ها با چشم خود ببینم که آنجا چی می‌گذرد و چی در کجا است. البته کوشش کردم از مجمع دور باشم، اما منظره اطراف را آموزم. بعد از چند روز نشر تحقیقات رادیو آزادی در ماه فوریه، شرکت ازبکستان تمیر یولری به پخش نوار ظاهراً شتابکارانه گفت که در اصل این انشاد مرکز فراغتی کارمندانش است. اما این نوار هم نتوانست دلیل تحقیقات رادیو آزادی را درباره بوستانسرای پرزیدنت انکار کند. بینایی که در نوار مقامات ازبکستان نمایش داده شد چندان با حشمت نبود و تصویرهای زیاد شبهه آور داشت. منبع‌های رادیو آزادی گفتند نوار مقامات ازبکستان در نزد پاسگاه از 1.5 کیلومتر دورتر از بناهای اساسی بوستانسرا ثبت شده است. یک عکس به احتمال زیاد از یک گوشه بنا گرفته شده است. از طرف راست چند بنا و یک پل و از بین آن راه اساسی می‌گذرد. در تصویر ماهواره‌ای همین پل و بناها و راه اساسی دیده می‌شود. در آخر ماه مارس پرزیدنت شفقت میرزایف این موضوع را رسما شرح داد. این طرح شرکت ازبکستان تمیر یولری است. آنجا کسی زندگی نمی کند. این مجمع دولتی است و به کسی تعلق ندارد. پس این به پرزیدنت چی ربط دارد؟ پرزیدنت هم اگر به کشور مهمانی مهم بیاید می تواند به این مجمع سفر کند. اما به این صحبت خود پرزیدنت برای بار اول اقرار شد که واقعا هم از این بوستانسرا استفاده می کند. اکنون ازبکستانی‌ها می توانند این مکان را از نزدیک ببینند.